عزیز میخوام آموزش هک بازی کلش آف زامبی رو بهتون نشون بدم. اینم بازیشه که اینو بزنید. اول میرین داخل خود بازی، بعد 24 ساعت زم و الماس و قرمان تفنگدار زامبی رو و تانوس هم بهتون میده. خب اول میذاریم وارد بازی بشی. خب تا من اینا رو خب اولین کاری که وارد بازی میشیم میبینی الان زمهای من 90 تاه. خب زمهای من 90 تاه. اول میاید میزنید روی این پروفایل. خب روی پروفایل که زدید دوباره میزنید روی این تنظیمات. خب تنظیمات رو که زدید دوباره میزنید روی مبادله رو میزنی. بعد همتیمی بجیر رو که زدی میای میزنی همتیمی بجیر. خب میای میزنی بسته کد تبلیغاتی. روی این نگاه کنید دقیق، روی این میبینید میزنی بسته کد تبلیغات. اینجا چند تا از جایزه هاشو زده و بعد از 24 ساعت دوباره کلی جایزه بهتون میده. فقط تنها کاری که باید بکنید این کدی که بهتون میدم رو اینجا بزنید. اولین کد 77 55 84 403. خب 403 رو میزنید. بعد میزنید این کد رو یادداشت کنید. همین کد، این کد رو فقط همین کد رو بزنید که بعد از 24 ساعت به تو الماس و زم میده. این هم جایزه هاشه، مثلا 100 تا زم، 800 تا قطعه زامبی، 10 تا چیف غذا، 10 تا انرژی، 10 تا کارت سرعت 5 دقیقه و بعد از 24 ساعت تانوس و الماس و اینا رو بتونه. کد هچش صدر. بعد میزنیم به دست آوردن. خب نوشته چی؟ دریافت جایزه با موفقیت برای شما ارسال شد. بعد میزنیم باشه. خب شما همین میزنیم نوشته شما به این اکانت منتسب شده. یه چیزی باحال بهتون بگم، اگر شما بیشتر از 2000 تا زم بخرید، مثلا دو برابر میشه 4000 تا. مثلا 4000 تا بخرید میشه 8000 تا. و این جایزه ها رو هم این جایزه ها رو هم بهتون میده. اینا رو فقط اینا رو که بخوای به دست بیاری، اینا رو بعد که این کد زدی باید اولی رو حداقل 10000 تا زم بخری. بعدش همه اینا واسط باز میشه. خب الان میبینید تو اینجا الان گفتم 90 تا بود، الان شده 190 تا. کیف غذا هم برام اومده. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. خدا نگهدارتون.